بریم با هر چی که داریم یه استایل صورتی بزنیم. این بار از کرم مرطوب کننده پسته‌ای استفاده کردم. و شنیدم اگه با تینت قاطیش کنی میتونی رژگونه بسازی. ولی من هی زدم نشد، هی زدم باز کم رنگ شد، دیگه اعصاب مصاب دیگه یکم زیاده روی کردم ولی خوب شد. تینتم اول زیاد میزنم، خشک که شد با دستمال پاکش میکنم. مثلا خط چش زدم. بریم برای استایل کردن موها. یعنی این اسپری فیروز نباشه من نمیتونم شونه کنم. با یک کش صورتی فقط روی موهامو میبندم و یکم هم صافش میکنم. از اونجایی که ننوشته بود صورتی رو با چی استایل کنم، خودم آبی رو انتخاب کردم. بین این دوتا مونده بودم. اولیش کت کوتاه که به نسبت اون یکی رنگش ملایم تره. دومی شمیزه که صورتیش جیغه. از اونجایی که جدیدن خریدمش پس این انتخاب کردم. با یه شال توسی که به کراپ و شلوارم بیاد. بین این دوتا کیف سفیدار انتخاب کردم چون سبک‌تره. اینجا مامانم تا فهمید میخوام کفش بپوشم سریع سفره برد فرش کثیف نشه. به نظر شما استایل بعدی با چه رنگایی باشه؟